الغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله را شاکر و سپاس گذاریم که باری دیگر به ما اظهار محبت نموده و ما را بر این سفره رنگین معنوی جمع نمود. بدون شک پروردگار همه شما رو دوست داشته، محبت ورزیده و توفیقی عنایت فرموده که در این جمع نورانی جمع بشید. اذا احب الله عبدا وفقه للخیر. این توفیق از جانب پروردگار، بیانگر محبت رب جهانیان با شماست. خوشا به حالتون که خالق عرش و فرش، مالک بحر و بر، رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، ذوالجلال والاکرام، اون ذات کبیر متعال با شما محبت نموده و این که به شما توفیق داده که اینجا جمع بشید، بیانگر آن محبتی است که رب ذوالجلال با شما داره. پس شاکریم ربمون را که به ما چنین توفیق عنایت فرمود و با ما اظهار محبت نمود. جای افتخار برای هر فرد از این سرورانی که چهرهاشون با نور خدایی نور میده، که پروردگار با ما محبت نموده. دوستانی که از دیار دور قدم برداشتن، هر قدمشون با توفیق رب ذوالجلال بوده و در هر قدم محبت پروردگار، محبت رب جهانیان، محبت رب العالمین اونها را یاری و مدد کرده. پس خوشا به حال کسانی که از هرچی دورتر اومدن، بیشتر اجر و ثواب بهشون رسیده. اجرو که به قدر نسبک. و اما این جمع و این نعمتی که امروز ما داریم از اون بهره میبریم، نعمتی است از نعمتهای بیکران نعمت بزرگ دین و اسلام. بله، نعمت دینی که ما رو اینجا جمع نموده. نعمت دین است که امروز حوزه مکی می درخشه. نعمت دین است که امروز این جایگاه مقدس شده. این نقطه زمین افتخار میکنه با سجده های شما. نعمت دین است که به ما این نعمت رو ارزانی فرموده. کدام دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دینی که بزرگترین نعمت رب ذوالجلاله. پروردگار منعمه، به ما نعمت عطا کرده. بسیاری از نعمت ها چنانند که ما شاید به اونها پی هم نمیبریم. از اون نعمت ها استفاده میکنیم
اما بدون از این که احساسی داشته باشیم که ما داریم از نعمت بهره میبریم. به عنوان مثال دست کسی رو گرفته بودن، مانند نابینا آوردن داخل مغازه، بر صندلی نشست، بعد از اون کمی چشماشو تکون داد، به کسانی که در مغازه نشسته بودن شروع کرد احوال پرسیشون رو، با گرفتن اسمشون. احمد حالت چطوره؟ عبدالله حالت چطوره؟ بابات خوبه؟ بچه ها خوبن؟ کسانی که در مغازه بودن با تعجب پرسیدن عمو جان این چه ماجراییه؟ اگر واقعا نابینایی همان گونه که دستتو گرفته بودن راهنمایی کردند و اینجا تشریف آوردی، پس چگونه ما رو شناختی؟ ما به تو دست ندادیم که با حس لامسه ما رو بشناسی. ما با صحبت نکردیم که از صدای ما تشخیص بدی که ما کی هستیم. و اگر واقعا بینا هستی همان گونه که ما رو شناختی و داری با ما صحبت میکنی، پس چرا دستتو دادی بودی که مثل نابیناها تو رو راهنمایی کردند و اینجا آوردن؟ آه سردی کشید و در جواب گفت بله پروردگار از من نعمتی رو گرفته که شما خبر هم ندارید که نعمته. بینایی چشم من 100% سالمه، یک ذره در نوری چشم من کمی نیست، اما نعمت باز شدن و بسته شدن چشم را رب ذوالجلال از من گرفته. به این خاطر نمیتونستم ببینم. اینجا که نشستم با دسته هام چشمامو باز کردم و شما رو شناختم. ما بعد از نماز مغرب در این محفل پر نور نشستیم، چه کسی میتونه بگه فقط بشماره که من چند بار از این نعمت رب ذوالجلال باز شدن و بسته شدن چشم از این نعمت استفاده کردم؟ بله بسیاری از نعمت ها. دوستی از دوستان مریض میشه، برای معالجش میره لندن، زمان بازگشت تلفن میکنه برای خویشاوندان و دوستانش که من در فلان ساعت به فرودگاه کراچی میرسم. دوستانش هم میان برای استقبال. زمانی که دوستشون میاد خوشحالن، اما با این که استقبال میکنن متوجه میشن که دوستمون نمیتونه صحبت کنه، فقط اشاره میکنه مثل کرولال. چند لحظه میگذره خودش اشاره میکنه آب بیارید برام. آب میارن، قرصی رو از جیبش بیرون میاره، یک قرص میخوره، بعد چند لحظه میگه خیلی تشکر میکنم از تشریف آوریتون، لطف کردید که تشریف آوردی برای استقبال من. اما همه دارن با تعجب نگاه میکنم. خودش میگه حتما تعجب میکنید که من چند لحظه قبل نمیتونستم صحبت کنم. گفتم بله، از اینجا که رفتی سالم بودی، حرف میزدی و زمانی که تلفن کردی صدای تو شنیدیم، اما به محض دیدن تعجب کردیم که نمیتونی صحبت کنی و الان هم داری صحبت میکنی بعد از اینکه قرص رو خوردی. گفت بله پروردگار یک نعمتی رو از من گرفته، بدن من آب دهان نمیسازه و بدون از آب دهان انسان نمیتونه صحبت کنه و چیزی رو ببلعه و بخوره. به من این قرصه ها رو دادن، هر قرصی رو که میخورم تا 15 دقیقه آب دهانم میاد، میتونم صحبت کنم، چیزی بخورم. و بعدن خودش پرسید میدونی قیمت این قرصه ها چقدره؟ گفتن نه. گفت قیمت هر قرص 50 دلاره. 15 دقیقه آب دهان 50 دلار، نیم ساعت 100 دلار، یک ساعتش میشه 200 دلار. یک شبانه روز 24 ساعت آب دهان 4800 دلار که ما بهش میگیم آب دهان، بهش میگیم توف، او رو دور میاندازیم. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر همه‌تون جمع بشید و فقط بشینید و بشمارید نعمتهای رب ذوالجلال را، نمیتونید بشمارید. شمردن قطرات باران آسانه، اما شمردن نعمتهای رب ذوالجلال آسان نیست. بله نعمتهای ربمون زیادن، اما بزرگترین نعمت دین و اسلام که بر ما منت نهاده رب ذوالجلال، بر بقیه نعمتهاش منت ننهاده. یاد آور شده در قرآن مجید
خورشید نعمته، هو الذی جعل الشمس ضیاء. وزیدن هوا نعمته، هو الذی یرسل الریاح. حرکت ابرها نعمت، فتثیر سحابا. باریدن باران نعمت، انا صببنا الماء صبا. سرسبز شدن زمین نعمت، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. چشم نعمته، الم نجعل له عینین. زبان گویا نعمته، و لسانا و شفتین. این نعمتها رو رب ذوالجلال یادآور شده. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا. پدر و مادر این نسبتها نعمتن. و القیت محبتک، در زمانی که ضعیف و ناتوان انسان، الله الذی خلقکم من ضعف، ناتوان، ثم جعل من بعد ضعف قوه. اما در زمان ضعف انسان نیاز داره، رب ذوالجلال برای برآورده کردن نیازهاش محبت این طفل را در قلب پدر و مادر القا میکنه. لا یاکلان حتی تشبع، خودشون نمیخورن تا زمانی که فرزندشون سیر نشه. ولا ینامان حتی تنام، خودشون آرام نمیخوابن تا زمانی که فرزندشون نخوابه. اینها نعمتن از جانب رب ذوالجلال. نعمتهاش یاد آور میشه در قرآن، اما منت ننهاده بر هیچ نعمتی. فقط یک نعمت، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نعمت ایمان. امروز ما را نعمت ایمان اینجا جمع کرده. امروز نعمت ایمان باعث شده که ما دور هم بشینیم و از جانب رب ذوالجلال اعلام بشه وجبت محبتی للمتجالسین فیا. کسانی که به خاطر من دور هم جمع شده ام و نشسته ان، از جانب رب ذوالجلال اعلامه که محبت رب ذوالجلال برای شما واجب شده. این نعمت ایمانه که ما رو اینجا جمع کرده. قبل از اینکه ما از اینجا برخیزیم، قبل از اینکه این مجلس برخاسته بشه، اعلام میشه از جانب رب ذوالجلال قوموا مغفورا لکم، همه گناهان شما رو بخشیدم. نه فقط عفو و بخشش، قد بدلت سیئاتکم حسنات، عوض هر گناه به شما نیکی عطا کردم. این نعمت ایمانه که ما رو جمع کرده. اما این نعمت بزرگترین نعمت. برای بقیه نعمت ها قیمتشون خیلی ارزانه. یک قطره اشک ریخته نشده. ما هیچ قیمتی ندادیم و هیچ فرد بشر برای بقیه نعمت های رب ذوالجلال قیمتی عطا نکرده. اما گران قیمت ترین نعمت و با ارزش ترین نعمت و بزرگترین نعمت، نعمت دین که به ما عطا شده و اسلام، اون چه قیمتی برای او داده شده. قرآن این منظر رو بیان میکنه. الیوم، یک طرف بزرگی این نعمت، الیوم، امروز روز عرفه، بسیار روز محترمیه. این نعمت بسیار نعمت بزرگ و محترمیه. الیوم، امروز، این جایگاهی که داره این اعلام میشه، میدان عرفه، مکان بسیار مقدس. پس این نعمت بسیار مقدسیه و این اعلام الیوم روز جمعه داره اعلام میشه. سردار تمام روزها، سردار تمام نعمتهای رب ذوالجلال نعمت ایمان و دینه. بله نعمت اسلام، بزرگترین نعمت، چی قیمتی برای این داده شده؟ الیوم، امروز داره این نعمت تکمیل میشه. نعمتی که با چه قیمتی تکمیل شده؟ با اون قطرات اشک زیبای رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و صحبه و سلم، با اون سنگه هایی که بدن نازنین پیامبر تحمل میکرد در مکه. پیامبر داره دعوت میده، پشت سر سنگ پرتاب میکنن و میگن ساحر و مجنون. با آنچه که پیامبر تحمل کرده، قیمتی است که دین به ما رسیده. الیوم، امروز، بعد از اون گرسنگی های شیب ابی طالب که چنان بچه های معصوم بنی هاشم گریه می کردن که کوه های سخت مکه هم به گریه در اومدن. الیوم، امروز، بعد از اون که 2 دختر گرامی قدر پیامبر در یک جمع طلاق داده شدن، از یک پدری بپرس که یک دخترش طلاق داده بشه. الیوم، بعد از اون صحنه
تکان دهنده طائف که لا یرفع قدم الا حجر ولا یضع قدم الا حجر، با هر قدمی که سرور دو جهان پرت برمیداره سنگه ها دارن میان، با هر قدمی که به زمین میذاره سنگه ها دارن بر بدن نازنینی که برگ گل هم خجالت میکشه در نازنین بودنش در مقابل بدن اطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم. که الیوم بعد از اون صحنه ای که بعد میبون طائف را اون وادی طائف رنگین میشه با خونه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، الیوم امروز اگر ما اینجا جمعیم قیمتی اون دین رو بدونیم که چه قیمتی برای این داده شده. پیامبر اشک میریزه، محاسن مبارک خیس میشن، سینه مبارک تر میشه، میدان بدر گلالود میشه با اشکهای پیامبر و آنچنان داره میلرزه، جبه گرامی پایین میفته، صدیق اکبر میاد حسبک یا رسول الله، حسبک یا رسول الله. این قطرات اشک برای چی هستن؟ این تهلک هذه العصابه لن تعبد. پروردگار مسئله این 313 نفر نیست، اگر اینها جام شهادت نوشیدن در نعمتهای ابدی بهشت میرن، اما لن تعبد. پروردگارا من میخوام دین به قیامت تا قیامت برسه، من میخوام بعد از 14 قرن امت من چنین جمع زیبایی و بر این سفره رنگین معنوی رب ذوالجلال صبغت الله و من احسن من الله صبغه، بر این سفره رنگین که نور معرفت پروردگار رو در قلبه ها میاره، قلبه های من رو رنگین میکنه با رنگ خدایی. لن تعبد. پروردگارا این قطرات اشک من برای اینند که بعد از 14 قرن تو پرستش بشی، امت من به سعادتی برسه که پیشانی نیازشو بر قدمه های تو بذاره یا رب ذوالجلال. الیوم بعد از اون صحنه تکان دهنده احد دندان مبارک شهید میشه، قطرات خون که یک قطره خون نه بلکه 1 میلیاردم یک قطره خون پیامبر از میلیاردها کره خاکی بیشتر ارزش داره. کوه احد رنگین میکنن، وقتی که پیامبر بیهوش میشه بر احد میفته. امروز هم میخواد اون احد بجنبه تکان بخوره و ندا بده یا معشر المسلمین، ای مسلمان ها شما چرا قدر دین رو نمیدونید؟ مگر این دین مفت به شما رسیده؟ وقتی که پیامبر میاد متوجه میشه که جنازه جسد مبارک عموی گرامی قدرش سید الشهدا حمزه رضی الله عنه را میبینه که چشماش از بیرون آورده شدن، گوشهاش بریده شدن، لبهای مبارکش بریده شده، سینه مبارکش شکافته‌اند، جگرش هم جویده‌اند. پیامبر چنان فریاد میکشه که صدای گریه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا دور شنیده میشد. اینجا بود که پیامبر گفت والحمزه لا بواکی له، امروز کسی نیست که برای عموی من گریه کنه. هنوز گریه من نشده بود. الیوم این دین مفت نرسیده. سرور دو جهان تشریف میاره در منزل بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها، در میزنه که جواب میاد که باباتم تنها یا کسی با تو هست؟ معی عمران بن حسین، صحابی هم هست، شاگردم عمران بن حسین. بابا جان خودت میتونی بیایید، اما عمران نمیتونه وارد بشه، من به اندازه کافی چادر پارچه ندارم که حجاب رو رعایت کنم. سرور دو جهان از کتف مبارکش چادر رو میاندازه داخل. وقتی که وارد منزل میشه میبینه که رنگ فاطمه زرده، چشماش گود رفته ان. میپرسه مادر جان این چه وضعیتیه؟ مریضی؟ در جواب فاطمه میگه یا ابت الجوع، بابا من گرسنگی به این حال در آورده. و فاطمه اشکاش سرازیر میشن. سرور دو جهان هم نمیتونه خودشو کنترل بکنه. این کوه استقامت قطرات اشک سرازیر میشن. آسمان و زمین چون این منظر و صحنه تکان دهنده رو قبل از این ندیده و نخواهد دید. بهترین پدر و بزرگوارترین دختر
دارن اشک میریزن. الیوم، امروز، بعد از این همه گرسنگی ها، بعد از اون که پیامبر یک روز نشسته، فاطمه رضی الله عنها میاد تکه نون تو دستشه، بابا امروز نون پخته بودم نتونستم تنها بخورم. وقتی که سرور دو جهان قطعه نون در دهان مبارکش میذاره، میفرمایه یا ابنتی، ای دختر گرامی قدرم، ما دخل جوف ابیک منذ ثلاث، 3 شبانه روزی که بابا یک لقمه غذا هم نخورده. قیمت دین داره برای من و تو بیان میشه، دینی که امروز من و تو به آن اعتنا نمی کنیم. پیامبر بر سفره ابو ایوب انصاری نشسته، بعد از این مدتی غذا نخورده، وقتی که لقمه غذا رو بر میداره که بخوره، از حلقومش فرو نمیره، تکه نون بر میداره، قطعه گوشت بر اون میذاره، میگه ابو ایوب اینو ببر به فاطمه برسان که لخت جگر من چند وقتی که غذا نخورده. الیوم اکملت لکم دینکم، این دین مفت نرسیده، قیمت داده شده برای این دین، برای این دین قیمت داده شده. جعفر ابن ابی طالب آنچنان دوست داشت که وقتی که از حبشه برمیگرده، سرور دو جهان بلند میشه استقبالش میکنه، پیامبر اولوالعزم اسلام جعفر رو میبوسه. اما برای این که دین به من و تو برسه و این نعمت دین قیمتش ادا بشه، همین دوستدارترین شخص رو هم میفرسته که در موت جام شهادت می نوشه. الیوم اکملت لکم دینکم. پیامبر در یک جمله خلاصه کردن، در یک جمله بسیار مختصر به من و تو دارن من و تو رو بیدار میکنن، قلب غافل من و تو را دارن هشدار میدهن. سرور دو جهان فرمودن که اوذیت فی الله، اون ضربه هایی که بدن بلال تحمل میکرد وقتی که خباب رو بر اخگرها میخوابوندن، اینها ضربشون دردشون به بدن اینها میرسید، اما درد واقعیشون بر قلب اطهر سرور دو جهان سرایت میکرد. پدر و پسری جرم کرده بودن، هر دوتا را آوردن با قضاوت قاضی، دستور داده شد به هر یکی از اینها 100 شلاق بزنن. اول پدر رو 100 شلاق زدن، اف نگفت. بعد از اون نوبت فرزندش شد، زمانی که فرزند رو اولی شلاق زدن آه کشید، بابا آه کشید. با شلاق دوم قطرات اشک پدر جاری شدن، با شلاق سوم بیقرار شد و فریاد کشید. پرسیدن چه خبره؟ 100 شلاق خودت خوردی، اف نگفتی. اما الان که فرزندت کتک میخوره این همه داد و فریاد. گفت بله، اون ضربه های قبلی بر بدن من میخوردن، اما این ضربه ها بر قلب من تأثیر میذارن. ثمرات فؤاد، فرزند میوه قلب، لخت جگره. آنچنان که ما فرزندهایمون رو دوست داریم یا یک پدر فرزندش رو دوست داره، هزاران برابر سرور دو جهان هر فرد امتش رو دوست داشت و بالاخص اصحاب خودش رو میلیاردها برابر میتونیم بگیم بیشتر دوست داشت. بی خاطر اعلام کرد الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی. هیچ روایتی با این کلمات نیستن که الله الله فی اصحابی، من اصحابمو دوست دارن. ای کسانی که بعد از من میای مواظب باشید در مورد اصحاب من چیزی نگید. کسی که با اصحاب من محبت میکنه با من محبت کرده، و من احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم. بدونید بغض با اصحاب من بغض با اونها نیست، این دشمنی و عناد با من پیامبره. به خاطر آنچه که بر قلب اطهر سرور دو جهان میگذشت، با شلاقهایی که بدن بلال تحمل میکرد، اما تأثیرش بر قلب اطهر پیامبر میرفت. زمانی که ابو جهل لعین یک پای نازنین مادر سمیه رو میبنده با شتر و پای دومش با ریسمان با شتر دوم، این صحنه خطرناک بر قلب اطهر رسول الله چه جراحتی رو میذاره. اوذیت فی الله ما لم یؤذ احد. ای امت من آنچنان اذیت و آزار
آزار رسانده شدم تا که این دین به شما رسیده. اوذیت فی الله، همسر گرامی قدر پیامبر بهتان بسته شد، این قیمت دینه که به من و تو رسیده. اوذیت فی الله، ای امت من آنقدر اذیت و آزار رسانده شدم که در تاریخ بشر، در تاریخ بنی نوع بشر هیچ احدی اینقدر اذیت و آزار رسانده نشده. اوذیت فی الله ما لم یؤذ احد و خوفت فی الله ما لم یخوف احد. سرور دو جهان داره تقدیم میکنه، دین رو به من و تو تقدیم میکنه، اما قیمت دین رو بیان کرده. این دین مفت به شما نرسیده. سرور دو جهان چقدر تحمل کرده برای این دین. بله، کسانی که دیدی بودن این دین چگونه رسیده، برای حفاظت این دین و برای تقدیم کردن این دین به جهانیان ثابت کردن. اینقص الدین و انا حی، اولین شاگرد. اینقص الدین و انا حی، صدیق اکبر میگه دین در دین الهی نقص بیاد و من صدیق زنده بمانم هرگز امکان نداره. شاگرد دوم مرتبه دوم در امت داره. اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک. پروردگارا من دیدم که پیامبر تو چقدر برای احیای این دین زحمت کشیده. من یک جان دارم، پروردگارا این جان عمر رو بپذیر و به عمر شهادت نصیب بگردان. اما من محبت دارم با شهر مدینه، منو از مدینه هم بیرون نکن، در شهر مدینه به من شهادت نصیب بگردان. محراب مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگین میکنه و برای من تو ثابت میکنه که دین چه قیمتی داره. شاگرد سوم عثمان غنی رضی الله عنه ثابت کرد، با خون خودش قرآن رو رنگین کرد. خونه های مبارکش بر آیه ها، بر کلمات فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، این آیه را رنگین میکنه. علی مرتضی شاگرد چهارم مسجد محراب مسجد کوفه را با خون خودش رنگین میکنه. یکی بعد از دیگری ثابت میکنن که این دین مفت به شما نرسیده. و از اهل بیت هم میپرسیم این دین چگونه به ما رسیده، چه قیمتی برای این دین ادا شده. در میدان کربلا سیدنا حسین رضی الله عنه اعلام میکنن ان کان دین محمد لا یبقا الا بقتلی فیا سیوف خذونی. اگر قیمت این که دین محمد صلی الله علیه و سلم باقی بمونه تا بعد از 14 قرن شهر زاهدان افتخار بکنه به این جمع، نه تنها شهر زاهدان افتخار بکنه، یباهی بکم الملائکه. در این لحظات رب ذوالجلال اسم یک فرد شما را، تمام آحاد این مجلس را، خالق کبیر متعال دار نامه های شما را در عرش میگیره در جمع ملائکه. ان کان دین محمد لا یبقا الا بقتلی فیا سیوف خذونی. پس ای شمشیرها من منتظرم، استقبال میکنم. الیوم اکملت لکم دینکم. دین بزرگترین نعمت، پس وظیفه ماست که دین رو حفاظت کنیم. ای جوان عزیز مواظب باش نماز رو ترک نکنی. من ترک الصلاة فقد هدم الدین. با این عمل خودت مواظب باش دین الهی رو منهدم نکن. این دین قیمت داده شده برای این دین. این دین قطرات خون پیامبر. مواظب باش ای جوان عزیز فریب فرهنگ کثیف غرب نخوری. زیباترین فرهنگ، قشنگترین فرهنگ، پر افتخارترین فرهنگ سرور دو جهانه، دینه. ما دین ما غنیه. الیوم اکملت لکم دینکم، کامله.
نیازی نیست که ما برای لباسمون از اون لباسهای کثیف غربی ها قرض بگیریم. دینمون کامله. اکملت لکم، از هر اعتبار کامل ترین دینه، کامل ترین روش زندگی. اکمل. جالبتر اینجاست که و اتممت، نه تنها کامله، تمام، اتمه. کامل به این معنا که یک انسان تمام اعضایش هستن، دست هم داره، چشم هم داره، زبان هم داره، کامله. اتم، ضعف هم نداره، چشمش کامل بینایی داره، نیاز نیست که عینک بزنه، دستش قوتش کامله. بله، دین اسلام لباسش کامله، صورت زیباش کامله. در وقت خوشی تقدیم میکنه زندگی خوش را، در وقت غم راهنمایی میکنه که نجات از غم چگونه. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. مواظب باشیم این نعمت از دست ندیم، در هیچ وقت قدر این نعمت رو بدونیم. اما مسئله بسیار مهم، چرا ما قدر این نعمت از دستمون رفته؟ چرا امروز جوان مسلمان به دین بی اعتنا شده؟ به این نعمت بزرگ الهی اعتنا نمی کنه، برای اینکه یک وظیفه بسیار بزرگ و سنگین رو فراموش کرده، و آن از تقدیم کردن دین به جهانیان. من که در محضر شما فقط برای عرض این یک جمله اومدم، این درس رو تکرار کنیم. تقدیم کردن دین به جهانیان وظیفه من و تو ای مسلمان. امروز جهان بشر بزرگترین نیازش دینه. امروز بشر تشنه محبته، و محبت فقط در نعمت دین، در گلدسته زیبای دین قرار داره. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبت از هیچ جا گیر نمیاد، فقط دینه که نعمت دین، نعمت محبت تقدیم میکنه، گلدسته زیبای دین. بشر خواهان آرامش قلبه. امروز انسان ها دارن خودکشی میکنن. مسلمان غفلت من و تو است. من و تو باید به دادشون برسیم و نعمت دین رو تقدیم بکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. پروردگار به نافرمان و دشمن خودش مال میده، سرمایه میده، پست و مقام میده، بقیه نعمت ها رو بهش میده، اما نعمت آرامش قلب هرگز به دشمن و نافرمان نمیده. قلب رو پروردگار به گونه آفریده که مانند ماهی فقط در آب آرام میگیره. ماهی رو از آب بیاریم بیرون، در بزرگترین قصر جهان، پر رفاه ترین ویلا اونجا بذاریم، ماهی بیقراره. ماهی رو از آب بیار بیرون، بر صندلی صدارت کل جهان بزرگترین مقام بهش بده، ماهی بیقرار. ماهی رو از آب بیار بیرون، تمام سرمایه جهان رو در اختیار ماهی بذار، بیقراره. ماهی رو از آب بیار بیرون، از نظر جنسی اشباعش کن، باز هم بیقراره. ماهی رو از آب بیار بیرون، تمام داروهای آرام بخش رو در اختیارش بذار، آرام نمیگیره. قلب انسان آرام نمیگیره. هر لباسی بر تن ماهی بذاری آرام نمیگیره. قلب انسان با مال و سرمایه، با پست و مقام، با تغییر دادن لباسها، با استفاده کردن از داروها هرگز آرام نمیگیره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ای مسلمان، وظیفه تو است که نعمت دین اسلام رو به جهانیان تقدیم کنی تا اونها به نعمت آرامش قلب برسند و از خودکشی دست بردارند. بله، نعمت دین، سربلندی. هر انسان میخواد سربلند باشه. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر انسان میخواد با عزت و افتخار زندگی بکنه. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. نعمت دین تقدیم میکنه زندگی خوشگوار. فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی پر از رحمت و برکت. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. حل مشکلات.
یجعل له مخرجا، حل مشکل اقتصادی، و یرزقه من حیث لا یحتسب، آسان شدن کارها، یجعل له من امره یسرا، حفاظت، و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. بله، نعمت دین تقدیم میکنه به جهانیان. و این مسلمان وظیفه تو است که به جهانیان نعمت دین رو تقدیم میکنی و اعلام میکنی به همه انسانها با شفقت، غمخواری، دلسوزی، همدردی برای بنی نوع بشر که انسانها ما خیرخواه شما هستیم، بیاید به سوی دین. برای اینکه رب ذوالجلال چقدر به ما آسان تفهیم فرمودن. مثالی در قرآن، چند تا مثال پشت سر هم، که اگر شما به انسانها نعمت دین رو تقدیم نکردید زندگیشون چقدر تلخ میشه. و ما یستوی الاعمی والبصیر، انسان کور با انسان بینا برابر نیستن. کسی که از نعمت اسلام و دین بی بهره کوره. این کور نه فقط خودش سرگردانه، هر لحظه ممکنه چشم بینایی رو هم کور بکنه. و ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، کسی که در روشنایی قدم برمیداره برابر نیست با کسی که در تاریکی قدم برمیداره. این که در بینایی میبینه راه از چاه تشخیص میده، اما بیچاره که در تاریکی یا کوره نمیتونه تشخیص بده، در چاه میره، به طرف گوداله های جهنم میره. دوست از دشمن تشخیص نمیده، دشمن داره میاد اما میگه من تو رو دوست دارم. مانند غربی هایی که امروز جامعه مسلمین رو دارن با تبلیغات کاذبشون میگن برداری زندگی ما رو، گلدسته داریم برای شما میاریم، زندگی آزاد و خوشیه. اما این گلدسته نیست، این خنجریه تو دستشون. جوانی که از نور معرفت پروردگار بی بهره، جوانی که چشم قلبش کوره. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، چشم دلش کور شده. دوست، بزرگترین دوست، سرور دو جهان رو، زندگی او رو دور می اندازه. و دشمن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، بزرگترین و خطرناکترین دشمنش داره فریب میده با تبلیغات کاذبش که زندگی ما خیلی خوشگواره، دارم گلدسته میارم برات. اما این گلدسته نیست، خنجریه که داره میاره در قلبش فرو میبره و زندگیشو تباه و برباد میکنه. خواهری از اروپا مسلمان شده بود، در دانشگاه هند در جمع دانشجوهای دختر دانشگاه علیگرد داره صحبت میکنه. دانشجوهای دختر زمانی که شنیده بودن که یک خانم اروپایی اومده، هر یکی از اونها با یک تیپی اروپایی خودشو ساخته و به خیال و وهم خودشو آراسته کرده، در واقع خودشو کثیف و لکه‌دار کرده و در جمع در سالن تجمعات دانشگاه حاضر میشن. زمانی که این خانم اروپایی که تازه مسلمان شده بود این منظر رو میبینه که دختر فریب خورده مسلمان افتخار میکنه به صورت و سیمای غربی ها، با جرأت اعلام میکنه در آخر سخنرانیش، میگه من به شما با جرأت میگم زندگی زیبا فقط زندگی سرور دو جهانه، زندگی خوشگوار با افتخار فقط زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلمه. و این زندگی بی بندوباری ما غربی ها، ما این زندگی رو چشیدیم، تلخ بود، ما این زندگی رو تف کردیم. ما شما مسلمانان فریب خورده دارین میرید آنچه که ما دور انداختیم تف کردیم. من به شما به صراحت اعلام میکنم که زندگی غرب، زندگی بی بندوباری، زندگی دور از زندگی پیامبر تلخه. پس مسلمان وظیفه داره که زندگی دین را به جهانیان تقدیم بکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وظیفه مسلمانه که با غمخواری و شفقت
و دلسوزی به جهانیان اعلام بکنه و مسلمان نباید احساس کمتری بکنه. رب ذوالجلال با قدرت کامل خودش با ماست. وعده داده ان تنصروا الله ینصرکم و کان حقا علینا نصر المؤمنین ولینصرن الله من ینصره لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. با چه کلمات زیبا و با چه تعبیرهای قشنگی رب ذوالجلال داره تفهیم میکنه، ما رو میفهمونه که من با قدرت کامل خودم با شما هستم. احساس کمتری نکنید. الله با قدرتش با ماست. باقی آنچه که نزد باطل هست ما ایمان برای اونها تقدیم کنیم. الله با قدرتش ما رو حمایت میکنه و آنچه که باطل امروز اسلحه یا نیرو داره از اون متاثر نشیم. قرآن مثال ساده میده. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. تمام قدرت های باطل مانند تار عنکبوتن در مقابل قدرت الله هیچ حیثیت و ارزشی ندارن. مثال دیگری قرآن میده. انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه. مثال سوم او متاع زبد مثله. این مثال کمی توضیح میدم برای اینکه وقتی که میخوان طلا، نقره اینها رو تمیز کنن، گند اینها رو بیرون بیارن، اینا رو آتش میذارن. و این ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه. حالا وقتی که این بالا آتش گذاشته میشه کم کم اینها آب میشن، ذوب میشن. این شعله های آتش چقدر قوی تر میشن کم کم هرچی گند در این طلا یا نقره هست بالا میان. زمانی که مسلمان دین رو به جهانیان تقدیم میکنه، زمانی که حوزه های علمی فعال میشن، باطل یک بار میاد بالا، همه گند یک بار میاد بالا. زمانی که بالا اومد مردم میگن عجب همه جهان رو باطل فرا گرفته. اما هر اندازه اون شعله ها تندتر میشن یک بار این باطل بالاتر میاد. هرچی بیشتر قربانی این خونه هایی که دارن ریختی میشن، این قطرات اشکی که ریختی میشن، این مسافرت هایی که شما دارین مشقتشون رو تحمل میکنید و برای محبت الله و رسول و دین خدا دارین مسافرت میکنید و از دیار دور به زاهدان تشریف آورده اید، این مجاهدت ها دارن گند رو بیرون میارن. هر گندی که لابلای نمازگزاران بیرون میاد مشخص میشه گنده. اگر باطل به نام حقوق بشر خودش لابلای حق جا داده، آشکار میشه که این باطله، دشمن بشره. همه میان بالا. این لحظه برای مسلمانان موقع صبره، کمی صبر میخواد. باطل فرعون با اومد بالا، چنان باطل فرعون بالا اومد که اعلام میکرد نقتل ابناهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. کم کم به جایی میرسه که اهل حق مسخره میکنن. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. میگم به اهل حق کجا سرمایتون، کجا اسلحه‌تون، کجاست خدایتون؟ تا اینجا میگن. اما اهل حق باید در این موقع صبر کنن. این مجاهدت ها باطل یک بار میاره بیرون. این آمدن گند بالای طلا برای یک هدفه. همین وقتی که این گند فرعون بالا اومد، رب ذوالجلال با قدرت خودش اون طلا ساز میدونه که چه وقت این طلا خالص شده، با کفگیر خودش این گنده ها رو بر میداره و جای پرتاب میکنه که نام نشانه هم از اونها نمیمونه. پروردگار با قدرت خودش باطل فرعون رو برای همیشه غرق کرد و از بین برد. باطل ابوجهل و دار و دستهش رو که به جای بالا اومده بودن اعلام میکردن
اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. این بالا اومدن باطله، اما رب ذوالجلال وقتی که کفگیر قدرتشو به حرکت در آورد، ابو جهل و دار و دستش رو برای همیشه در چاهای بدر دفن کرد. و باطل امروز هم اگر در مقابل مسلمان ها بیسته و تسلیم نشه، مطمئن باشه که کفگیر قدرت الله باطل امروز رو هم برای همیشه غرق خواهد کرد. اما ما خیرخواه و دلسوزیم. ما با کمال شهامت و دلسوزی و غمخواری برای تمام اروپایی ها اعلام میکنیم که اروپایی ها، شما ایمان بیارید، بخونید لا اله الا الله، تمام گناهانتون عفو میشن و در قلعه پروردگار من قال لا اله الا الله دخل حصنی، در قلعه زیبای رب ذوالجلال وارد میشید. و من دخل حصنی امن عذابی، و کسی که در قلعه پروردگار وارد شد از عذاب رب ذوالجلال محفوظ میشه. ما با تمام امریکایی ها اعلام میکنیم که ما امتیان رحمت للعالمینیم، ما پیام آوران رحمتیم. شما هر جنایتی که کردید ای امریکایی ها، هر خیانتی که کردید، هر انداز خون مسلمان های مظلوم که ریختید، ما از شما میخواهیم که فقط ایمان بیارید، یک بار بخونید لا اله الا الله. تمام خیانت های شما، تمام جنایت های شما، تمام آن قتل و خونریزی هایی که کردید، تمام جامعه مسلمین شما را عفو میکنه، بلکه رب ذوالجلال شما را عفو میکنه. الاسلام یهدم ما کان قبله. ما میخوایم شما مسلمان بشید و زیر سایه رحمت پروردگار جای بگیرید. ما پیاممون فقط رحمته و نجات برای جهانیان. با خوندن کلمه لا اله الا الله تمام اهالی اروپا و امریکا گناهانشون بخشیده میشن، عفو میشن و هر مسلمان با برادر ما قرار میگیرن. ما به امریکایی با جرأت میگیم شما ایمان بیارید، فقط نه ما از شما انتقام میگیریم، بلکه شما برادر میشید. ما برای حفاظت از جان و مال و آبروی شما، ما با جان و مال و آبروی خودمون رو در خطر میاندازیم، اما از مال و جان و آبروی شما حفاظت میکنیم. برای این من از شما سرورا در این جمع زیبا و در این اولین نشست ختم بخاری شریف این التماسو دارم که همه‌مون توبه کنیم که پروردگار تا امروز اگر ما قدر دین رو ندونستیم و از این وظیفه بزرگ تقدیم کردن دین به جهانیان سهلنگاری کرده ایم، این جرم بزرگ ما رو درگذر بفرما و از این به بعد عزم و اراده بکنیم که ما دین رو به جهانیان تقدیم بکنیم و با معیت و پشتیبانی رب ذوالجلال ما شبها اشک بریزیم. پروردگارا یک جمع مسلمان ها هستن که حالت اعمالشون گونه‌ایه که زمانی که این اعمال در محضر سرور دو جهان ختمی مرتبت شفیع العالمین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم میشن، اعمال امروزی مسلمان ها مطمئنن که پیامبر شادمان نمیشه. پروردگارا همه مسلمان ها رو قدردان دین بگردان و یک جانب دیگر انسان هایی هستند که از دین کلا محرومن، از نعمت دین و اسلام. پروردگارا قبلا انبیا می اومدن، پیامبران برای این نوع انسان ها اشک می ریختن، برای کسانی که نعمت ایمان نداشتن اشک می ریختن، دعا می کردن، در خونه هاشون می رفتن، از اونها التماس می کردن
و نعمت ایمان و دین رو به اونها تقدیم میکردن. پروردگارا از پیامبرمون دیگه نبی نمیاد و این وظیفه رو به ما عطا کردی، اما ما فراموش کردیم، ما از وظیفه خودمون سرانگاری کردیم. امروز جامعه بشر بدون از ایمان داره به جهنم میره. کسی که بدون از ایمان میره مستقیم در گودال جهنم میره. پروردگارا این جرم ما را در گذر بفرما و این عزم و این اراده قوی رو داشته باشیم که ما انشاءالله بزودی آن منظر زیبا رو خواهیم دید، زمانی که مسلمان ها از گذشتهشون توبه بکنن و قدر دین رو بدونن و دین رو به جهانیان تقدیم بکنن. انشاءالله بزودی اون ندای لا اله الا الله از تمام نقاط جهان به گوشمون خواهد رسید. دوباره اون منظر و مسلمان ها با چشمه های خودشون ببینن که هر مسلمان سستی و کاهلی رو یک طرف گذاشته و برای احیای دین الله، برای تقدیم کردن دین پروردگار به جهانیان داره قدم برمی داره و این نغمات رو داره بر زبانش تکرار میکنه. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم آسودگی ما عدم ماست. همه‌تون برای این آماده هستی که به تمام نقاط دنیا برین انشاءالله؟ پروردگار به همه ما شما توفیق عمل عنایت